اطفال نازنین، السلام علیکم. به درس نوتان خوش آمدین. درس خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. شما هم بگوین بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. درس نوتان میوه‌جات است. میوه‌جات به انگلیسی فروتس میگن. ببینین چی میوه‌جات مقبوله. میوه اول سیب است. سیب به انگلیسی اپل میگن. سیب اپل. میوه دومی انار است. انار مزه‌دار. انار به انگلیسی پومیگرنت میگن. انار. میوه بعدی آلوبالو است. آلوبالوی مقبول. آلوبالو را به انگلیسی بلک چیری میگن. آلوبالو. و میوه بعدی مالته است. مالته مزه‌دار. مالته را به انگلیسی اورنج میگن. و میوه آخری کیله است. کیله هم مزه‌دار است. کیله را به انگلیسی بنانا میگن. بنانا. خدا کنه ای درسان را یاد گرفته باشین. دیگه وقتتان پوره شد. خدا حافظ.